بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، یکی از رزمندگان بسیار دلاور آقای رمضان نفهمیده است که خیلی وقت ایشون رو دنبالش بودیم پیدا نکردیم. یکی از رزمنده ها که هم رزم آقای حسین فهمیده و ایشون رمضان نفهمیده است. حالا با اینکه نفهمه بسیار خوابای شیرینی هم داره، دنیا رو آب ببره، آقای نفهمه خواب میبره. ما حالا میخوام یه رکوردی بذاریم. این بومی رو ما پیدا کردیم، واقعا این 10 تا گاو خرکش میکنه یا نمیکنه؟ شما خودتون نظر بدید. آیا این مسابقه است؟ به نظر شما با این بوم این آقای رمضان نفهم از خواب بیدار میشود یا نمیشود؟ حالا شما کلاه خودتون رو قاضی کنید. 1 2 3.